سلام، وقت شما بخیر و مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روز خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: اشتراک سرپرست سفارت افغانستان در قرقیزستان در مراسم فاتحه شیخ حمد بن الخلیفه آل ثانی امیر پیشین قطر، دیدار و گفتگوی شیخ مولانا اسلامجار والی هرات با تزجان قاضی اغلو جنرال قنسول ترکیه در هرات، و ادامه حملات رژیم اسرائیل بر نوار غزه. امروز شنبه 23 ماه سرطان سال 1405 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها: مولوی عبدالشکور حقانی سرپرست سفارت افغانستان در قرقیزستان در مراسم فاتحه شیخ حمد بن الخلیفه آل ثانی امیر پیشین قطر که از سوی سفارت قطر در بشکک برگزار شده بود شرکت کرد. آقای حقانی ضمن ابراز تسلیت به علی جابر محمد الغفران المرئی سفیر قطر در قرقیزستان برای شیخ حمد بن الخلیفه آل ثانی طلب مغفرت و برای دولت و مردم قطر صبر آرزو کرد. شیخ مولانا اسلامجار والی هرات با تزجان قاضی اغلو جنرال قنسول ترکیه در هرات و کرشات اوزدیمیر رئیس دفتر اداره همکاری و هماهنگی ترکیه تیکا در این ولایت دیدار و گفتگو کرد. دفتر رسانه‌ای مقام ولایت هرات میگوید که در این دیدار مقام‌های ترکیه از هرات به عنوان شهر با پیشینه تاریخی و موقعیت مهم جغرافیایی یاد کرده و بر ادامه گسترش روابط دوستانه میان ترکیه و افغانستان و همکاری بیشتر با اداره محلی هرات تاکید کرده است. از سوی هم والی هرات نیز ضمن قدردانی از همکاری‌های ترکیه برای توسعه روابط دوجانبه در بخش‌های تجارت، اقتصاد و سرمایه‌گذاری تاکید کرده و خواستار تسهیل بیشتر روند تجارت و افزایش همکاری‌ها میان دو کشور شد. کمیته اسکان دائمی مهاجرین و توزیع زمین میگوید که در جریان یک روز گذشته برای 1200 خانواده عودت کننده در 4 ولایت کشور زمین رهایشی توزیع گردیده است. این زمین‌های رهایشی در ولایت‌های ننگرهار، فرا، فاریاب و نیمروز توزیع شده است. همچنین مجموعه زمین‌های توزیع شده به بازگشت کنندگان تا اکنون به 59548 نمره رسیده و این روند ادامه دارد. و در آخرین خبر، منابع سکی فلسطینی به الجزیره گفته که در نتیجه حملات رژیم اسرائیل در مناطق مختلف نوار غزه دست کم 3 فلسطینی شهید و 15 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس این گزارش، یکی از قربانیان در پی حمله یک تیاری بی‌سرنشین اسرائیلی به یک موتورسایکل در محل طلاع الهوا در جنوب شهر غزه شهید شده است. در این حمله همچنان 2 موشک شلیک شده و 9 غیر نظامی نیز زخمی شدند. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال نمایید.